روز 2 اوگوست هیئت نظامی ازبکستان برای تمرین مشترک با ارتش‌های تاجیکستان و روسیه عازم رزمایشگاه حرب میدان ولایت ختلانی تاجیکستان شد. تخمیناً 200 افسر و سرباز با تکنیکای نظامی از رزمایشگاه ترمیز به راه برآمده 200 کیلومتر را طی نمودند. اثنای حرکت دو چرخبال نظامی می 35 آنها را همراهی می‌کرد. تمرین نظامی تاجیکستان و ازبکستان و روسیه از 5 تا 10 اوگوست ادامه می‌کند و در آن به ضرر نمودن تهدید خارجی آموخته خواهد شد. از زنجیر و بند آزاد شد. روح جامی و نوایی شاد شد. وزارت مدافع تاجیکستان میگوید در این مشق تا 2000 افسر و سرباز و تکنیکای نظامی شرکت می‌کند و وظیفه آنها عملیات مشترک در حال عبور غیرقانونی مرز خواهد بود. وزارت مدافع روسیه ابراز داشته است که در تمرین محو گروه غیرقانونی مسلح که مرز دولتی را عبور کرده است مشق خواهد شد. وزارت مدافع ازبکستان اظهار نموده است که در تمرین مقاومت به تهدیدهای خارجی آموخته می شود. تحولات اخیر افغانستان باعث نگرانی کشورهای منطقه گردیده است. با آغاز بیرونشوی نیروهای پیمان ناتو از افغانستان، طالبان مناطق زیادی را تحت تصرف قرار داده، فعلا از 3/2 حصه مرز افغانستان با تاجیکستان را نظارت می کنند.